سلام به شما عزیزان و همراهان خوب مادام سوفیا. عزیزان من، امروز اومدم براتون یه فال ترکیبی بگیرم از قهوه و تاروت. برای اینکه فضا رو پاکسازی کنید به من انرژی مثبت بدین، لایک کنید و ماه تولدتون رو کامنت بذارید. امروز یه فال دقیق از تاروت و قهوه میخوام برای شما عزیزان بگیرم. شما عزیزان فقط نیت کنید و به من انرژی بدین. مطمئنا این یک فال موکل داره و کاملا دقیق هستش. عزیزان با انرژی کامل هر نیتی که توی قلبتون دارین روی اون نیتتون تمرکز کنید و اینکه چشماتون رو ببندین. من به نیت شما عزیزان این قهوه رو برمیگردونم تا ببینیم پیام کائنات و قهوه برای شما عزیزان چی هست. نیت کنید ببینیم توی فنجونمون چی افتاده، قهوه برای ما چه خبرهایی داره و اینکه کنارش هم چند تا کارت تاروت برای شما عزیزان بکشیم ببینیم توی قهوه ما چی افتاده و پیام قهوه برای شما عزیزان چی هست. ببینیم فنجونمون چه خبرهایی رو برای ما داره. برای هر ماه به ماه نیت میکنیم در اولین ماه فروردین. ببینیم چی در انتظار فروردین ماهی های عزیز هست. فروردین ماهی میخوای یه کاری رو انجام بدی، در شرف انجام کاری هستی و خیلی بیتابی میکنی که این کار نتیجه 100% باشه. مطمئن باش به خواستت میرسی و موعد مقرر برای شما نزدیکه. ببینیم پیام کائنات و تاروت برای شما چی هست. ببینیم تاروت چه پیامی رو برای شما داره و چه کارتی برای شما میفته. اسب چه کارت خوشیومنی. رسیدن به خواستتون 100% و حتمیه و نماد قدرت شجاعت. فقط باید صبور باشین و بریم برای فال اردیبهشت ماهی های عزیز ببینیم چی در انتظارش. برای شما یه سری روابط عاطفی یا روابطی میبینم که در محیط کارتون هست. این روابط یکم دچار فراز و نشیب شده، از بین رفته، مشاجره و بحث بوده اما داره بهبود پیدا میکنه و این سنگینی ها، این دعوا و مشاجره ها که بوده از بین میره و در آخر هر چی که هست به نفع شما تموم میشه و این برای شما خیلی خوبه. ببینیم پیام کائنات و کارت ها برای اردیبهشت ماهی ها چی هست و چی در انتظارشون هست. چه کارت جالبی افتاده براتون. اگر مجرد هستین وارد یک رابطه ای میشین و اگر هم متأهل هستین توی رابطتون خیلی خوشبختی میبینم و اگر متأهل هستین خبر ازدواج یکی از نزدیکانتون یا نامزدی یکی از نزدیکانتون به گوشتون میرسه که از این خبر خیلی خوشحال میشید و این که ببینم چی در انتظار شماست. پیام قهوه برای شما چیست. فراز و نشیب زیادی میبینم، بالا و پایین زیادی میبینم، ناهمواری های زیادی میبینم. خیلی خودتون رو دست کم گرفتین و اینکه خیلی اعصاب داغونی ها براتون میبینم که به این راحتی ها حل نمیشن، اما نباید خودتون رو ببازین. با صبر و بردباری باید جلو برین و اجازه ندین که مشکلات روی شما تاثیر منفی بذارن و با مشکلات باید مقابله کنین و این سختی ها رو پشت سر بذارین. در آخر پیروزی برای شما حتمیه، فقط باید صبور باشین. پیام کائنات و کارت ها برای خرداد ماهی ها چیست؟
و این که کارت جالبی نیست و داره به شما هشدار میده آدم‌های حیله‌گر، آدم‌های مکار دور و برتونن و میخوان از شما سوء استفاده کنن. با حرفاشون، با صحبتاشون خیلی شما رو آزار میدن و این اصلا برای شما خوب نیست. از این آدم ها باید دوری کنید و اجازه ندین انرژی منفی این آدم ها توی زندگیتون تأثیر بذاره. و تیر ماهی ها ببینم چی در انتظارشونه. تیر ماهی انسانی شجاع هستی، انسانی مهربانی، دلسوزی، دلیر هستی، اما خیلی ها میرن رو مخت، خیلی ها اذیتت میکنن، خیلی ها دخالت های بیمورد توی مسائل مالی و کاری دارن و اینکه شما از این موضوع خیلی عصبانی میشی و باعث میشه یه دعوا نزاعی باهاشون داشته باشی، اما تا جایی که میتونی خونسردی خودتو حفظ کن. اگر وارد مشاجره و بحث با همچین آدم‌هایی بشی فقط باعث میشه که دردسر برات درست کنن. پس بهشون اهمیت نده و روی کار خودت تمرکز کن که همش از روی حسادت دخالت دارن میکنن. و پیام تاروت، کائنات، کارت‌ها برای شما چی هست؟ برای شما کارت جالبی افتاده، استحکام، استقرار براتون میبینم، زندگی خیلی خوبی میبینم، رفاه میبینم، از نظر مالی رفاه میبینم و ریشه های درخت نمادی از اصالت، بزرگی، بزرگمنشی شما هست و این منش پاک شما، این بزرگی شما جوری هست که همه حسرتشو میخورن. انسان با اصالتی هستی و اینکه خیرخواه دیگران هست. و مرداد ماهی ها ببینم پیام قهوه براتون چیه و چی در انتظار شماست. برای شما ثروت میبینم، از جایی که انتظارشو نداری رزق و روزی به سمتت میرسه، درای رحمت خداوند به سمت شما باز شده. بین اعضای خانواده‌تون یه خوشحالی میبینم، یه جشن و سرور میبینم که این براتون خیلی خوبه. خوشحالی های موندگار میبینم از یک شخصی که صاحب جاه و مقام و منزلته، یک مال و پول عظیمی به دستت میرسه. از یه شخصی که کاردانه، یه مالی بهت میرسه، یه سود و منفعتی بهت میرسه که این برات خیلی خوبه و توی زندگیت باعث پیشرفت زیادی میشه. ببینیم پیام کائنات و تاروت و کارت ها برای شما چی هست و چه خبری رو برای شما دارن. دشمن میبینم متاسفانه توی راه مالی که برات باز میشه، افرادی حسادت میکنن، افرادی سنگ میندازن جلوی پات، دشمنی های زیادی رخ میده که اجازه نمیدن این پول، این مال، این نعمت به راحتی به دستت برسه و خیلی باعث دردسر برات میشن. پس تا جایی که میتونی در رابطه با این هدفی که داری، در رابطه با این پولی که میخواد به دستت برسه، به کسی چیزی نگو. از جایی که انتظارشو نداری دشمنی و کینه به سمتت میرسه. شهریور ماهی ها ببینم پیام قهوه برای شما چی هست و چی در انتظار شماست. مسیر برای شما بازه، مسیر روشنی براتون میبینم. هرچی سختی بوده، هرچی مشکلات بوده از بین رفته. برای شما یک مسیری پر از روشنایی، پر از نور، پر از امید میبینم و به خواسته که داری میرسی و وعده حتمی به شما داده. موفقیت شما 100% هست. یک جابجایی داری که این جابجایی رو انجام بدی زودتر به خواستت میرسی. ببینم پیام کائنات، پیام تاروت و کارت ها برای شهریور ماهی ها چیست؟ چه کارت جالبی افتاده. هم قهوهشون خیلی خوب بود، هم کارت تاروتتون خیلی خوبه.
کارت 7 ستاره افتاده و اینکه نماد آرامش، نماد زندگی پر از برکت، چه از نظر مالی چه از نظر عاطفی توی زندگیتون آرامش حاکم میشه، جوری که دیگران حسرت زندگی شما رو بخورن. پس برای این نعمتی که خداوند به شما عطا کرده حتما شکرگزار خداوند باشید. و مهر ماهی ها ببینم چی در انتظارشونه، پیام کائنات و قهوه چی براشونه. متاسفانه برای شما یه سری بدبیاری ها، بدشانسی ها میبینم، چه در مورد مسائل کاری، چه با اعضای نزدیک خانواده، چه در مورد مسائل احساسی. یه دوره تنهایی رو تجربه میکنی، یه دوره بیخبر ماندن از دیگران، یه دوره این که خود تنها هستی، چه در محیط کاریت، چه در محیط احساسی و چه در محیط خانوادگی. زیاد جالب نیست و یه تنهایی رو براتون میبینم. ببینم پیام کائنات، پیام تاروت و کارت ها برای مهر ماهی ها چی هست و چی در انتظار شما عزیزان هست. مهر ماهی ها برای انجام کاری به یک سفری میری. حالا این سفر ممکنه سفری باشه که از نظر مالی باشه یا سفری باشه که از خانوادت دور بشی. تو این سفر هم موقعیت مالی برات پیش میاد، هم موقعیت احساسی برات پیش میاد، اما یه دوره تنهایی داری که این دوره تنهایی به زودی برطرف نمیشه. اما سفری هست که از نظر مالی خبرهای خوبی رو به شما میده. بریم ببینیم چی در انتظار آبانی های عزیز هست و پیام قهوه براشون چی هست. آبانی ها یک کاری رو میخوای انجام بدی، داره بهت هشدار میده تو این کار عجله نکن، این کار اونجوری هم که فکر میکنی برات خوب نیست. متاسفانه فقط شما داری ظاهر قضیه رو میبینی، اصلا باطن قضیه رو نمیبینی. وقتی که وارد این کار بشی، حالا چه کاری و شغلی باشه، چه شخصی باشه که از نظر احساسی بخوای باهاش آشنا بشی، برات جالب نیست. به ظاهر خیلی زیبا هست، خیلی جوری هست که انسان رو به طمع وامی داره، اما در آخر براتون جالب نیست. پس ظاهربین نباش. بریم ببینیم کارت ها چی میگن بهتون، کارت چی افتاده براتون. دقیقاً کارت ها هم براتون همینو میگه. متاسفانه کاری که میخوای انجام بدی رو آخرش با شکست مواجه میشی و اینکه خیلی داری افراط میکنی تو این کار. لطفاً یکم با ملایمت جلو برو و اجازه نده که ظاهر این کار، ظاهر این شخص باعث بشه که شما رو تحت تاثیر قرار بده. ببینیم چی در انتظار آذر ماهی ها هست و اینکه پیام قهوه براشون چی هست. برای شما این رو میبینم که برای رسیدن به خواستتون از خداوند کمک میخوای و اینکه دعا میکنی و این دعای شما حتما مستجاب میشه، اما الان زمان اون نرسیده که شما بخوای به خواستت برسی و حتما مصلحت خداوند در این هست که این خواسته شما یکم به تعویق بیفته، اما متاسفانه خیلی لجاجت و لجبازی میکنی. همیشه این رو در نظر داشته باش که اگر کارت به سرانجام نمیرسه حتما دلیلی داره. پس این که خودت رو ناراحت نکن، الان زمان انجام اون خواستت نیست. و ببینیم پیام کارت ها برای شما چیه.
برای شما رفع مشکلات رو میبینم. برای شما شخصی مهربان رو، دلسوز رو میبینم که وارد زندگی شما میشه و به شما کمک میکنه و باعث میشه که توی این راه که دارین میرین، توی این مسیری که شما میرین، احساس تنهایی نکنید و با وجود این شخص مهربان و دلسوز کارهای شما هرچه زودتر روی روال بیفته و این برای شما خیلی خوبه. و بریم ببینیم چی در انتظار دی ماهی ها هست. پیام قهوه برای دی ماهی ها چی هست؟ یه کار نیمه تمامی رو داری، این کار رو به سرانجام نمیرسونی و همینجور به حال خودش رها کردی و همین باعث شده که تکلیفت رو ندونی، سردرگم باشی، ناراحت باشی. از نظر قهوه به شما میگه که شما این کار نیمه تمومت رو باید به سرانجام برسونی، حالا چه سرانجام شکست باشه چه پیروزی. این کار رو تمام کنی که بتونی موقعیت های جدیدی رو که سر راهت قرار میگیرن با تمرکز کامل بهشون برسی و بتونی به روی موقعیت های جدید تمرکز کنی. پیام کارت های تاروت: باید تمرکز کنی روی هدفت و خواستت. از نظر مالی برات ارتقای شغلی میبینم، خوشحالی های بزرگ میبینم، موفقیت بزرگ میبینم. از نظر احساسی هم رابطتون تکامل پیدا میکنه، رابطتون رشد پیدا میکنه و این براتون خیلی خوبه. و ببینیم بهمن ماهی ها چی در انتظارشونه. قهوه چه پیامی براتون داره؟ زیان میبینم، خسارت میبینم، ضربه های مالی ناگواری میبینم، تاریکی میبینم. توی چارچوب زندگیتون یه ضرر هنگفتی بهتون وارد میشه، یه بیماری بد، یه اتفاق بد. برای پیشگیری از این موضوع حتما باید یه پاکسازی انجام بدین، یه قربونی انجام بدین، یه صدقه بذارین کنار و این ضربه و زیانی که بهتون وارد میشه خیلی تاثیر منفی توی روحیتون و توی زندگیتون داره و اصلا براتون جالب نیست. پس با احتیاط جلو برین و اجازه ندین این ضربه مالی و این بیماری شما رو از پا در بیاره. تا جایی که میتونید با صبر و درایت و احتیاط رفتار کنید. بریم ببینیم پیام کارت ها برای بهمن ماهی ها چی هست و چی در انتظارشونه. برای شما گشایش میبینم توی این خسارت مالی، توی این ضربه مالی که برای شما رخ میده. آخرش همه چیز به خیر و خوشی تموم میشه و به طور معجزه آسایی این مشکلات شما حل میشه. از جایی که انتظارشو نداری این مشکلات حل میشه و شما میتونید به آسایش و آرامش برسید و این برای شما خیلی خوب. و اسفند ماهی ها ببینم چی در انتظارشونه. پیام قهوه براشون چی هست و چه اتفاقی براشون رخ میده. ترس، نگرانی، اضطراب، استرس، یه سری نگرانی ها در مورد مسائل مالی و کاری و حتی مسائل احساسی داری که این نگرانی ها کاملا بی‌مورده، فقط باعث میشه که تاثیر منفی روی خودت، اعصابت و روحت و جسمت بذاره. پس به اینها توجه نکن و تا جایی که میتونی به اتفاقات مثبت فکر کن، چون این ترس و نگرانی ها کاملا بیهوده هست و در آخر به اون چیزی که میخوای میرسی. پیام کارتا و تاروت ببینم برای شما چی هست. برای شما خوشبختی رو میبینم، سعادت رو میبینم، رفاه رو میبینم.
در آخر پیروزی و موفقیت با شماست. اما متاسفانه این نگرانی هایی که داری، این دلهره و اضطراب و استرسی که داری باعث میشه که نتونی طعم خوشبختی رو احساس کنی. حتی وقتی به هدفت رسیدی، حتی وقتی به موفقیت رسیدی، نتونی این موفقیت رو حس کنی، چون خیلی بیش از حد داری خودت رو اذیت میکنی و این اصلا برای شما جالب نیست. پس تا جایی که میتونی با آرامش، با صبر و درایت جلو برو. همراهان خوب مادام سوفیا، ممنون میشم ما رو لایک کنید، کامنت بذارید.